سلام به دوستای گلم، من شنن هستم. به یه ویدیو دیگه از کانال من خیلی خوش اومدین. ما امروز داریم میریم به یه ایونتی که توی داونتاون لس آنجلس برگزار میشه. یه بازارچه نوروزی هستش که هم کارهای هنری هنرمندای ایرانی اونجا هستش، هم موسیقی زنده داره و کلی صنایع دستی و خوراکی ها و شیرینی های خوشمزه‌ای که برای نوروز احتیاج داریم و همچنین پر از ایرانیاییه که برای خرید کردن و جشن گرفتن به اونجا میان. با من همراه باشین. همطور که میبینین دوستان، داونتاون لس آنجلس یه جورایی قلب شهر لس آنجلسه که پر از برجای بلند و آسمون خراشه. یه جورایی میشه گفت که داونتاون لس آنجلس هم بخش تجاری شهره، هم یه جای هنری و تاریخی که همیشه یه گوشه از اون یه اتفاق جذاب و یه ایونت باحال در حال برگزاری هستش. بچه من رسیدم به نوروز مارکت. یه ایونت بچه پرایوته فکر کنم، حالا هنوز توش نرفتم برم ببینم بهتون بگم. یه ایونت پرایوتیه که برای ایرانیا برگزار میکنن. اینجا هم محصولاتشون رو گذاشتن. توی داونتاون الی هستم. حالا براتون فیلم های جالبم میگیرم. ببینید چقدر پوز خوشگلی این وسط هستی. خیلی زیبا. به چقدر هنرمند. وای اینا چقدر خوشگله. بچه ها خیلی خوشگلن. دوستان ببینید چقدر کارهای زیبایی دارن. کارهای نیلوفرجان هستن. میتونی آنلاین هم ازشون خرید کنیم. وای خیلی خوشگلن، خیلی خوشگلن. ما رو ببینید چقدر خوشگلن، خیلی زیبا. میری فردا من یه دونه از کارتتون برمیدارم. دوستان من این انتخاب کردم، خیلی خوشگله، خیلی دوستش دارم. ببینید چه کارهای خوشگلی هست. کاش که ندارم. اگه یا به ما اونا اگه کارت هم میخوام میتونم کارت. کارهاشون بسیار زیبا. مرسی. عالی. دوستان ببینید من اینا رو خریدم از ملیکا جون. متشکرم. بسیار زیبا، بسیار خوشگلن. پژمان جان هم فکر کنم یه سنجینه‌شو گرفتن، درسته؟ بله. گوشوارهای خودشونو ببینید بچه‌ها چقدر خوشگله. خیلی زیبا. اینم بنفشه دیگه. معلومه خیلی حال کردم با گوشوارم یا بیشتر نشونتون بدم؟ وای چقدر خوشگلن اینا برای هده. خیلی زیباست. اینا کمربند. چقدر خوش. خیلی خوشگل. های نیلوفر. خیلی خوشگله. عالیه. بچه ببینید چه لباسای خوشگلی، چقدر هنرمندانه.
چقدر زیبا. این چقدر خوشگلن. آیلی این چقدر خوشگلن بچه. من اینا رو خیلی خوشم اومده. بله بهتون توضیح بدم. سلام، خسته نباشید. یاس ایشون هست؟ من آفاقم. چون اینجا هنرمنده ایرانی هستن که برای خودشون غرفه زدن. وای چه لباس خوشگلی. I love your jacket. So beautiful. حسابی بچه‌ها بازارچه شلوغ شده، همه دارن میان برای بازدیدن کارهای هنری جوانای ایرانی عزیزمون.
امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. مرسی که تا اینجا منو نگاه کردین. مرسی که لایک میکنین، سابسکرایب میکنین، ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک میذارین. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار همتون.